سلام و عرض ادب خدمت شما همراه گرامی. زهرا زار منصوری هستم و در این ویدیو میخوام به شما آموزش بدم که چطور با کمک نرم افزار ورد پس زمینه عکس های با فرمت JPG رو میتونید حذف کنید. برای این کار نرم افزار ورد رو باز میکنید و از قسمت اینزرت قسمت پیکچرز رو انتخاب میکنید و بعد از طریق گزینه دیس دیوایس عکس مورد نظرتون رو از روی سیستم انتخاب میکنید. عکسی که من انتخاب میکنم با فرمت JPG هست و دارای پس زمینه سفید. زمانی که عکسی رو وارد نرم افزار ورد میکنید، برای اینکه متن شما به هم نریزه، از این قسمت که رپ تکست نام داره و شما میتونید توی منوی پیکچر فرمت هم اون رو ببینید، میتونید با قرار دادن عکس زیر متن و یا روی متن از به هم ریختگی متنتون جلوگیری کنید. خب متن من الان اینجاست و این عکس من دارای پیش زمینه‌ای هست که روی متن رو پوشونده. حالا من میخوام پیش زمینه این عکس رو حذف کنم. برای این کار وقتی که ما عکسی رو وارد ورد کردیم، اگر روی عکس کلیک کنیم، توی منوی بالا یک قسمت به نام پیکچر فرمت اضافه میشه. این آیتم رو انتخاب میکنیم و بعد این زبان به این شکل برای ما باز میشه. توی این منو اولین گزینه از سمت چپ Remove Background رو انتخاب میکنیم، یعنی حذف پس زمینه. حالا اینجا زمانی که این گزینه رو ما فعال میکنیم، قسمت هایی که به رنگ بنفش در میاد نرم افزار برای ما حذفش میکنه. یعنی همین جوری اگر من این گزینه Keep Changes رو بزنم، یعنی نگهداری تغییرات، این قسمت ها همه برای من حذف میشه. ولی از اونجایی که من فقط میخوام پس زمینه حذف بشه، باید این قسمت هایی که به رنگ بنفش در اومدن از تصویر اصلی رو نگه دارم. به این منظور از این قسمت گزینه Mark Areas to Keep رو انتخاب میکنم، یا همون علامت به اضافه سبز رو. این رو که انتخاب کنم، موس من به شکل یک مداد در میاد و حالا من این مداد رو هر جا روی تصویر قرار بدم و کلیک کنم، اون قسمت از تصویر برای من از حالت بنفش خارج میشه. گاهی اوقات شما با کلیک کردن روی نقاطی ممکنه نقاط دیگه باز بنفش بشه که اگر چند بار کلیک کنیم دیگه به شکل دلخواهمون در میاد. الان همونطور که میبینید تقریبا تمام نقاط شکل اصلی رو من دارم اینجا میبینم و فقط پشت شکل هست که بنفشه. حالا من اینجا گزینه Keep Changes رو که بزنم، پس زمینه من قسمت های بنفش حذف شده. این سطل زباله هم که کنار این تیک سبز هست باعث میشه که تمام تغییراتی رو که شما اعمال کردید حذف بشه. یعنی هر چی که اضافه یا کم کرده بودید از قسمت های بنفش، این تغییرات رو برمیگردونه به حالت اولیه. و این قسمت هم Mark Areas to Remove باز قسمت هایی هست که مثلا ممکنه توی عکس اصلی یا پس زمینه وجود داشته باشه و شما اونها رو نمیخواید و میخواید با جزئیات بیشتری حذف و انجام بدید، این گزینه رو انتخاب میکنید. خب حالا من تیک سبز رو میزنم و همونطور که میبینید پس زمینه ما حذف شده. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید باشه و بتونید از اون توی طراحی کاربرکاتون استفاده کنید. در ضمن حتی عکس‌های شخصی رو هم شما میتونید با کمک نرم افزار ورد تغییراتی رو توش ایجاد کنید و قسمت‌های از عکس رو حذف و یا اضافه کنید. برای کسانی که با نرم افزار فتوشاپ آشنایی ندارن، این تکنیک بسیار کاربردیه که به کمک نرم افزار ورد انجام میشه. اگر این آموزش برای شما جالب بود، میتونید با دنبال کردن پیج اینستاگرام من که آدرسش رو روی ویدیو خدمتتون نوشتم، از سایر آموزش های من هم استفاده کنید.